برابری و برابری. با عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید خدمت تک تک سروران عزیز، دانشجویان و دانش آموزان گرامی و گرانمهر، مدیران و مؤسسان مکاتب و مراکز علمی و فرهنگی، خواهران و برادران ارجمند، دوست و برادر گرامی ما جناب محمد عیسی اصولی، ریاست وزارت فرهنگی از پروژه‌های انکشافی وزارت اقتصاد کشور. خیلی خوشحال و خرسند هستیم که در جمع باصفا و ارزشمند شما چهره‌های فرهنگی و دانش آموزان و نسل جوان قرار دارم. بسیار وقت شما را نمیگیرم، بلایی بر صحبت و سخنرانی هم نداریم، به خاطری که خود را شایسته یک چنین مقام در یک چنین جمع باصفا و جوان نمی‌دانیم. از اونجایی که دوستان لطف کردند، کوچک نوازی کردند، برای ما فرصت دادند دقایقی را که در خدمت شما قرار داریم، یک سلسله صحبت‌هایی را که به سمع شما به عرض می‌رسانیم، در واقع ابراز و اظهار احساسات و عواطف است، نه یک صحبت مفصل و در عین حال علمی و اکادمیک. صحبت را از اینجا آغاز می‌کنیم. یکی از مباحث بسیار مهم، کاربردی و پرطمطراق و اساسی در مناسبت‌ها و محافل علمی و فرهنگی در سراسر جهان بحث توسعه هستند. کشور هر ملت، هر مردم، هر مجموعه تمام توجه‌ها و تلاش‌ها و اهتمام‌هایشان در این راستا به نحوی از آنها متمرکز و معطوف است. اگر ما فعلا جهان را در نظر بگیریم، جهان و پیشرفت‌ها به ترقی و تعالی و توسعه‌های بسیار بزرگ و ستون و شگرف رسیده است. افغانستان متاسفانه بنابر دلیل از این قافله جهانی، یعنی از بحث توسعه و ترقی و رشد و تعالی عقب مانده. اگر ما توسعه کشورها را مطمع نظر قرار بدهیم، این توسعه ها در واقع توسط علل و عوامل صورت گرفته و تکوین نموده است. دلایل مختلف، دلایل متنوع و دلایل متکثر. در میان خیلی از دلایل، برخی از دلایلی که باعث توسعه یک کشور می شود را خدمت شما لیست بنمایید. یکی از دلایل ترقی و توسعه کشورها داشتن منابع طبیعی و خدادادی هستند. اگر ما بیاییم افغانستان را از این زاویه مورد توجه قرار بدهیم، الحمدلله کشور ما و شما یک از کشورهایی هستند که سرشار از منابع طبیعی و خدادادی هستند، مثل عینک، آهن آجگر، منابع طبیعی و همچنان منابع لیتیوم و دیگر منابع قیمتی در کشور ما و شما مثال زدنی هستند. یک دیگر از عوامل توسعه و پیشرفت کشورها موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بودند. موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشورها بیانگر این مفهوم هستند که یک کشور بنابر دلایلی در جغرافیای سیاسی خود در یک جایگاهی قرار بگیرد که روی کشورهای دیگر تاثیرگذار هستند. از این منظر هم ما اگر افغانستان را نگاه کنیم، یک موقعیت خیلی خاص و برازنده و برجسته ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک دارد. علامه اقبال لاهوری این موقعیت را خیلی به زبان ساده و به زبان خودمانی و فارسی بیان نموده که افغانستان و ملت و مردم این کشور کسانی هستند و کشوری هستند که در قلب آسیا قرار دارند. یعنی اگر آسیا
و حتی جهان بنا هست به توسعه همه جانبه و فراگیر برسد، زبان این موضوع ممکن و میسر دست یافتنی هستند که افغانستان هم در این راستا مورد توجه و دقت نظر قرار می‌گیرد. به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما و شما کشوری هستند که در محراب و در مرکز کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی قرار دارند. ما کشوری هستیم در همسایگی چین و روسیه و هند و ایران و ایران یکی از کشورهای قدرتمند جهان موقعیت داریم. پس بنابراین از این زاویه هم اگر ما افغانستان را در نظر بگیریم امکان ترقی و توسعه به معنای واقعی و دقیق کلمه وجود دارد. البته این نکته هم اینجا خدمت شما و عرض برسانیم که داشتن موقعیت ژئوپلیتیک و خاص سیاسی یک کشور در برخی از موارد باعث است خلاصه بعضی از مشکلات و چالش‌های هم می‌شود. به این معنا که کشورهایی که موقعیت خاص دارد معمولا در برخی از برهه‌ها مورد تاخت و تاز و میدان بازی‌های بزرگ و مداخلات کشورهای قدرتمند و منطقه نیز قرار می‌گیرند که متأسفانه افغانستان ما و شما و کشور ما و شما یک چنین سرنوشت را هم تجربه کرده و با او سردوچار شده. و بحث دیگر موقعیت ژئوکالچر هم هست. موقعیت ژئوکالچر به این معنا که باشندگان یک کشور به لحاظ علمی و به لحاظ فرهنگی و یک سطحی از توانمندی برسد که بتواند توانمندی خود را برای جهان بکشد. در این صورت هم مباحث توسعه جذاب و دست یافتنی هستند. حالا افغانستان اگر از این زاویه در نظر بگیریم در گذشته خود یک چنین مقامی را و یک چنین تاثیرگذاری را و یک چنین جایگاه و نقش نمودی را داشته. ابن سینای بلخی، مولانای بلخی و کمال الدین بهزاد و دیگر دانشمندان و اندیشمندان ما و شما در زمان خود حرفی برای جهان برای گفتن داشتند. تا هنوز هم آثار ابن سینای بلخی وطندار ما و شما در کشورهای غربی مورد استفاده است. ده‌ها مرکز پژوهشی و مولاناشناسی تحت عنوان مولانا وجود دارد. یکی از دلایل و عوامل توسعه یک کشور که سنخیت با محفل ما و شما هم دارد داشتن نیروی جوان و متخصص و متأهل هستند. خوشبختانه از این منظر هم افغانستان از جمع معدود و محدود کشورهایی هستند که نزدیک به 60% باشندگان و نفوس این کشور را نه تنها نسل جوان بلکه نسل نوجوان تشکیل می‌دهد. از این جهت ما هم امکان رشد و بالندگی و امکان توسعه یافتن کشورمان را در دسترس داریم. نسل جوان اگر همگام با آموزش و همگام با پرورش شود بسیار به شکل دقیق و درست و به گونه‌ای برآسا می‌تواند یک کشور را به تعالی و به ترقی و به توسعه برساند. حالا نسل جوان به دلیل داشتن تحرک اقتصادی، به دلیل داشتن تحرک اجتماعی و جامعه پذیری، نسل جوان و نوجوان به دلیل داشتن قوت و قدرت فوق‌العاده در راستای یادگیری و خلاقیت و نوآوری و امثال اینها بتواند در این راستا بسیار مؤثر و مفید قرار بگیرد. این محفل یکی از محفل‌های هست که برای شخص خودم حالا به دلیل کیفیت این محفل و به دلیل حضور جوانان و نوجوانان در این محفل خیلی جذابیت خاص دارد. خوشحال هستیم که جوانان ما و نوجوانان ما خودشان به شکل داوطلبانه احترام می‌ورزند، تلاش می‌کنند، برنامه می‌گیرند، اعلام می‌کنند، محفل‌های علمی و فرهنگی و هم افزایی را به دست می‌گیرند و ظرفیت‌های خود را ارتقا می‌دهند و این یک نقطه امیدوار کننده در راستای توسعه کشور ما و شما قابل ارزیابی و قابل تحلیل هستند. نکته‌ای را که به عنوان یک کوچک
و برادر شما خدمت شما به عرض می‌رسانم. حالا با توجه به بحث جوان و امکان توسعه کشور از طریق دستان مبارک ما و شما این هستند که ما و شما نسل جوان چند کار را باید در اولویت و در دستور کار قرار بدیم. نکته اول علاقه و انگیزه خاصی باید به فراگیری علم و دانش داشته باشیم و بفهمیم و دریافت کنیم که یگانه راه نجات، یگانه راه تعالی و توسعه فقط فراگیری علم و دانش است. و در مرحله دوم بیاییم دانش‌های مورد یادگیری قرار بدهیم که به نحو آپدیت هست، به نحو بروز هست، در دنیای معاصر و در دنیای مدرن کاربرد دارند. شما مقاله ایوا و الهرار نوح نویسنده مشهور اگر در CNN مطالعه بکنید در خصوص سال 2080 بعضی پیشگویی‌هایی را دارد. حالا خیلی از دانشمندان و نظریه‌پردازان هم در این راستا نظر دادند و اون که خیلی از دانش‌ها و خیلی از علم‌ها در دنیای معاصر و در مرور زمان کارایی و اثربخشی خود را از دست می‌دهند. روی از این لحاظ ما شما باید کوشش کنیم دانش را باید فرا بدیم که دانش در دنیای مدرن مصداق و مورد داشته باشد و قابل استفاده و کاربرد داشته باشد. و عنوان نمونه پیش بینی شده که در سال 2080 جامعه بشری سخنران ندارد. نیاز به کسی نیست که بیاید روی استیج استاد شود و سخنرانی بکنه. از این لحاظ خیلی از بخش‌های مختلف از زندگی تحت تأثیر دانش‌های مدرن و بروز هست که ما شما باید در راستای پلان‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت خود ما اینها را به جد مورد توجه و دقت نظر قرار بدهیم. و نکته که در این خصوص هم قابل تذکر و قابل یادآوری هستند این هستند که وقتی ما آمدیم با علاقه و انگیزه یک دانش مدرن و نو را مورد یادگیری قرار دادیم، با پشتکار، با پایداری لازم و با استقامت و دوامداری کافی این مسیر را طی نماییم. جامعه افغانستان به لحاظ جامعه شناسی اگر مورد توجه قرار بگیرد یک از صفات منفیشون این هستند که همیشه حرکت‌های اینها، برنامه‌های اینها، پلان‌های اینها موجب و مقطعی هستند. کمتر کسی بوده که یک مسیر درست و دقیق و ارزشمند را انتخاب کرده و در طول راستا پافشاری نموده و اون تحقیق نموده و پایداری لازم را در این راستا حفظ کرده. از این جهت هستند که ما و شما باید این موضوع را هم در استراتژی یادگیری و آموزشی خود مورد نظر قرار بدهیم. سعدی شیرازی در این راستا خیلی قشنگ میگوید رهروان است، رهروان نیست که گاهی تند گاهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. و نکته آخری را که خدمت شما قابل تذکر بدانم و او هم سنخیت با بحث نویسندگی و یکی از برنامه‌های ارزشمند بنیاد باران و دوستان کارگزار در این نهاد بحث نویسندگی هستند. بحث نویسندگی باعث یادگیری عمیق، شگرف، پایدار می شود در زندگی یک انسان. گرفتن قلم، داشتن قلم و قلم فرسایی باعث می شود که یک انسان نبوغ داشته باشد، یک انسان خلاقیت داشته باشد. بحث قلم و نویسندگی و احتمام نظر در این راستا باعث می شود که انسان هم در راستای گذشته خود کارهایی را داشته باشد و هم راجع به آینده کارهایی را انجام بدهد. یکی از نظریات در باب رشد علم هم این هستند که مگر علم حالت انباشتی و تراکمی دارد. یعنی علمی و که ما شما امروز شاهد هستیم که به خودی خود یک شبه به وجود نیامده. هوش مصنوعی هست، تکنولوژی هست، فناوری هست، صنعت هست که ما شما امروز اینها را می‌بینیم و گونه مرموز و عینی این ریشه در گذشته دارد. دانشمندانی بوده که در گذشته زمینه‌ها و تمهیدات یک چنین تحولات و تغییرات را به وجود آوردند. از این جهت هستند که این برنامه نویسندگی را که دوستان بنیاد باران برای شما عزیزان در دستور کار قرار دادند و شما آمدین از استفاده کردین، یک از برنامه‌های بسیار مفید و مهم هستند. تا اون حد که میتوان آدم در این راستا پیش‌بینی کرد کسانی که و عزیزانی که آمده این مهارت را
و این رشته را یاد گرفته در آینده یک از تأثیرگذارترین نویسندگان در تاریخ کشور ما و شما که حتی در تاریخ جامعه بشری شود، چون تاریخ را و تحول را و انقلاب را و دگرگونی را معمولا نویسندگان و صاحبان و مالکان قلم و قدم به وجود می آورند. بار دیگر از حضور شما در یک چنین محفل اظهار سپاس و قدردانی می نماییم و تشکر ویژه داریم از اینکه صحبت‌های خلاصه تیم پراگنده ما را گوش دادیم. وقت شما را بیشتر از این نمیگیریم. شاد و موفق و سلامت باشید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.